توی عمومی اولا که رو در دیوارش اطلاعات عمومی زیاد نوشته شده. بعدم نوشته مثلا به سمت چپ نگاه کن، نگاه می‌کنی بعد نوشته حالا به راست نگاه کن. نگاه می‌کنی میگه بالا رو نگاه کن. نگاه می‌کنی میگه پایین، بعد نوشته که چیکار می‌کنی؟ کارتو بکن. میگفت که قلقلک فردی که دچار بیماری اسهاله مثل بازی با اسلحه‌ای که در حالت رگبار. به سلامتی اون کسی که بغض کرد و بغضش رو قورت داد که لنگش در رفت. فشار روش بوده، بغض رو بتونه قورت بدی، مگه میشه هم چیزی؟ بغضت بتره کنی. بغضه تا زمانی که نترکیده، وقتی ترکید دیگه تبدیل به التماس میشه. میگو من آرزو داشتم که یه روز ازدواج کنم، صاحب دختری بشم، اسمشو بذاریم گیتا. یه روز خانومم با من دعواش بشه، وقتی داره ساق و چمداناشو میبنده بهش بگم وقتی داری میری سفر هر چی ببر گیتا رو با خودت بیار. بچه های قدیم چقدر فهم میکرد اوضاع. میگفت که یک آقاسیا شلوار قرمز پاش کرد، میگفت اومد جلو زنش وایساد، گفت بهم میاد دوباره شبیه انبردست شدی. مربی کره جنوبی دست به افتخار استقلالی، اونی که استقلالی که میبازن هم از رو نمیرن پرسپولیس. از باز روحیه بالاست، اتفاقا من تحسین میکنم. اما باید برای تیم ملیمون دست بزنیم. بله. که بعد از 13,000 سال بالاخره رفتن جام جهانی، جون به لبمون کردن. چه کار میکردن اینا؟ اما مربی کره جنوبی گفته بود من شرمنده مرام و معرفت ایرانی ها شدم. گفتم چطور؟ خب با اینکه ما در کره جنوبی از تیم ملی ایران باختیم، من دیدم تعدادی از تماشاچیان حاضر در ورزشگاه کره جنوبی به من علامت موفقیت نشون دادن. موفق باشید. کره جنوبی با ایران خیلی فرق می‌کنه. ایران با همه دنیا فرق می‌کنه. اینجوریه دست. خب اشاره میکنم وقت من تمام. خسته شدین شما؟ اجازه بدین پس ادامه بحث تفاوت‌ها رو بگم. واکنش ها فرق میکنه. در اروپا وقتی برق میره واکنش پدره به پسرش اینه، میگه پسرم برو زنگ بزن اداره برق ببین مشکل چیه، برق کی میاد. در ژاپن وقتی برق میره پدره پسرش میگه پسرم برو فیوزا رو چک کن، اونها یه خورده فنی‌ترن. در ایران وقتی برق میره پدر پسرش میگه پسرم برو ببین مال همه رفته و هم مال ما. واکنش یک پسر ایرانی وقتی یک جوون هیکلی بدنساز رو میبینه کراتینیه، خب تو هم برو ورزش کن. و متاسفانه واکنش بعضی از خانم‌ها وقتی یک خانم خیلی زیباتر از خودش میبینه افریته رو نگاه. SMS ها عجیب غریب شده. مثلا میخواد بگه که سلام کجایی میرسه سین، سلام چرا جواب نده، سلام جه نداشت، جه ندادی، جه چی نزدی نمیفهمم. SMS باید اینجوری باشه که ارزشی باشه، اخلاقی باشه. برای من SMS داره سلامتی سنبا که اگرچه بچه دروازه‌وار نبود اما یک دنیا رو با شلوار شیرازی گشت. نمیدونم سلامتی پنگوان یه وجب بیشتر بچه باشه نداره اما لاتی را میره.
شما مفهوم چیزا رو درک کردید، من فهمیدم. یه دونش بد نبود، زده بود سلامتی بسته سیگار که روش جوان مردانه نوشته سرطانزا و مرگاور، نه سلامتی پاکت آب میوه که روش ناجوان مردانه نوشته 100% طبیعی. چی میزی برای من درسته؟ یکی گفتن که